در شهر گلستان فستیوال صدرنگی چکن برگزار شد. این چاره‌بینی با مقصد بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی، گسترش فعالیت طراحی و دوزندگی و ارج گذاشتن به عنعنه‌های لباسپوشی ملی راه اندازی کرده شد. در این آزمون بانوها از مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر تشکیلات و اداره‌های همه جماعت‌های شهرک شهر گلستان اشتراک نمودند. ما امروز اشتراکچیان بهترین را در نامیناسی‌های گوناگون انتخاب کردیم. آنها در مرحله‌های ولایتی و جمهوری شهر گلستان را معرفی می‌نمایند. فستیوال صدرنگی چکن از روی شرط‌های نمایش لباس کودکانه، لباس روزمره، لباس مراسمی و عیدانه، لباس رسمی و لباس‌های قدیمه جریان گرفته اشتراکچیان لباس‌های زیبای به بر نموده خود را پیشکش حکمان کردند. من در این فستیوال در نامیناسیون لباس‌های قدیمه اشتراک نمودم. ما بسیار خرسندیم که امروز رسم و عنعنه‌های ملی احیا گردیده ایستاده است. لباس‌های ملی تاجیکی دختر به ما خیلی زیبنده است و ما کوشش می‌کنیم که این لباس‌های زیبای ملی خود را همیشه به بر کنیم. حکمان با لباس‌های به بر نموده همه اشتراکچیان بهاگذاری نموده بهترین‌ها را معین کردند. غالبان و جایزه‌داران این چاره‌بینی فرهنگی با تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر گلستان قدردانی کرده شدند. مورد به ذکر است که لباس‌های ملی تاجیکی با بانوهای تاجیک شینم و زیبنده بوده در تمام فصل‌های سال. به بر کردن آنها امکان پذیر است.